همه هر حرکتی بدنسازی رو معمولا توی 3 ست انجام میدن، اما اگه به جای 3 ست ما هر حرکتی رو بخوایم 2 ست انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ یا حتی تصور کن هر حرکتی رو اصلا بخوام 1 ست بزنم، آیا اون تمرین دیگه به درد نمیخوره یا شاید هم عضله میسوزونی؟ در واقع طبق مقاله‌ای که براتون میذارم، وقتی موضوع سر عضله سازی در حداقل حالت ممکن و نگهداری از عضلات شما مطرح باشه، شما حتی اگه 1 ست سنگین روی عضله کار کنید باز هم عضله سازی میکنید و در بهترین حالت 2 تا 3 بار در هفته همون 1 ست رو تکرار کنید. مثلا شنبه پرس سینه با دمبل بزنید، دوشنبه پرس بالا سینه فقط 1 ست اجرا بکنید و چهارشنبه فقط 1 ست یکی از حرکت‌های خانواده فلای رو انجام بدید. همونطور که دیده شده خیلی از افراد خوش ژنتیک و خاصی مثل دوریان یس که 6 دوره قهرمان مس المپیا هستش، عضله سینه خودش رو در طول 1 هفته فقط 4 ست تمرین میداده. اما اگه موضوع سر حفظ سلامتی فقط باشه، انجام 1 ست در طول 1 هفته، اونم برای 1 عضله، حتی میتونه کافی باشه و خطر مرگ تا 30%